سلام بیننده عزیز. بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قول سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوعی وجود داشت دیگر باره خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زوتووا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع عائله‌هایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع عائله‌های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما می‌دانیم که احوال تاجیکان در روسیه تاکنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کراکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟ Оно, конечно, осложнилось, потому что البته وضع آنها بعد حمله تروریستی وزنین‌تر شد، زیرا موج نوی نفرت و بیگانه‌ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای عائله‌های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس خجالت در این باره گپ میزنم. البته بعد حمله تروریستی تمایل‌های نوی پیدا شدند. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر میبرد که این باعث نگرانی جدی است. به نظر شما این وضع تا کی دوام میکند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب میکشند؟ К сожалению, самая острая волна, конечно, схлынет. البته این موج بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. Нет, к сожалению, предпосылок к тому, что ситуация как-то станет меняться в положительную сторону. میتوان گفت که دپارتاسیا و اخراج دسته‌جمعی مهاجران و تفتیش‌های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دسته‌جمعی مهاجران است. در واقع دایر به بازداشت‌های زیاد، اخراج، آمادگی‌ها به اخراج هزاران نفر گزارش می‌رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می‌کنیم. بعد حمله تروریستی کاری به انجام می‌رسانیم. از این روی یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عمومی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می‌دهیم. نوبسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما می‌بینیم که شهروندان تاجیکستان سعی می‌کنند شهروندی روسیه را بگیرند. Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам получения гражданства. اجازه دهید با آمار شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگون گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنها را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم، یک تصوری نادرستی درباره آنها حاصل می شود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه می آیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمونند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عمومی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان‌تر می شود. با شناسنامه روسی کار یافتن، گذاشتن بچه‌ها در کودکستان و مکتب‌ها و همایش در جامعه آسان‌تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتانت آسان‌تر می شود. سپردن امتحان‌های زیاد
گرفتن شهادتنامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است. بعدی حمله به کراکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه عوض کرد. گپی که ما سالها میشنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار میکنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کار خواهند کرد. به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می‌دانند. محدودیت‌هایی را که می‌توانستند سخت‌تر کنند کردند. منع ورود به کشور برای یگان خطای خرد در سندگذاری‌ها، محروم کردن از حق ورود برای سال‌های زیاد، بازداشت‌های عمومی و دپورتاسیون است و از این بیشتر کاری سخت‌تری کرده نمی‌شود. به نظر من از این بیشتر کاری دیگری نمی‌کنند، زیرا واضح است که مهاجران به روسیه فایده بسیار می‌آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود. Серьезных изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует. شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگویید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راهخط به زندگی مستقلانه میدانند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هم هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟ من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم. کمتر از یک سال پیش ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره صحت روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سال پیش من ربط دارد، این را گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت را نمیتوانیم با رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهمی زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب را ختم میکنند دیدن روسیه جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگوییم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است. یعنی رفت، پول کار کرد، برای اویله آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد. سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگویید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید. Спасибо, да, это очень интересный вопрос. Это не такое старое исследование, تشکر. واقعا این سوالی جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد عائله‌های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می‌کنند. از آنجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و به خصوص در دهات و کوهستان‌های تاجیکستان که کار نیست و کمبیزاتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می‌روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب ثمره کار او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می‌شود. مثلا بچه‌ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعداً همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. میگویند ببینید چخیل برگشت، جشن گرفت و خانه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی بر رفتار جوانان جنبه‌های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ. اگر چنین سوال بجا باشد حالا کی به کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد روسیه به مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک به روسیه؟ Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу. این یک سوالی خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی می‌آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می‌برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می‌شود با آنها آدمان نو، عقل‌های نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می‌شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می‌دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می‌شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پس سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد میگوییم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بودجوی را میپردازند. موجودیت گروه بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت‌های اقتصادی دارد. کارخانه‌های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کاردهنده‌ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصصی با تجربه مشکل است. آنها میدانند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه با مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کنید. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدت‌های طولانی نیز چنین خواهد بود. و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چیکار باید کنه تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر. Мне кажется, что и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов. به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه‌های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد می‌کنند، ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خویش را بلند کنند. مهم است که رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش می‌نامند که می‌کوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که با آنها خطر تهدید می‌کند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله می‌زند. ولی صدا بلند کردن مهم است. با من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تاثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جا شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم. Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону. تشکر. ناتالیا زوتووا، مردمشناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از آمریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت می‌کرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.